مرجان صدای زنی که میتونه سالها توی دورهمی‌ها و سفرها باشه. به چیزی شبیه سوسن، همیرا، هایده. اما مرجان انتخابش چیز دیگه ای بود و نخواست توی خاطره ها بمونه. مرجان خودخواسته یا ناخواسته وارد سازمان مجاهدین شد. بعد از اتفاقات 57 محاکمه شد و به زندان افتاد. ممنوع الخروج شد. صداش تو غبارا گم شد. مرجان 28 سال بعد از انقلاب، بعد از اینکه از ایران رفت، یه آدم دیگه شده بود. دیگه اون خواننده پرشر و شور و اون هنرپیشه سابق نبود. مرجان تابلوی کمرنگ و رونقی شد برای سازمان مجاهدین. ما در این ویدیو میپردازیم به افول یک ستاره درخشان هنر، کسی که سینماها رو توی قبضه خودش داشت و معروف‌ترین آهنگسازهای اون زمان مثل فریبرز لاچینی، صادق نجوکی، تورج شعبانخانی صف میکشیدن برای ساختن کاراش. تا روزی که سیمای آزادی یعنی تلویزیون سازمان مجاهدین جایی نداشت. شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان در 23 تیر ماه 1327 در بیمارستان برجاوند خیابون امیریه به دنیا آمد. خودش گفته چون چشمهای درشتی داشته اسمشو گذاشتن شهلا. پدرش علی صافی ضمیر از مدیران وزارت راه بود و مادرش هم یعنی کبرا بهمنی تبری معلم دبستان بود و توی یک مدرسه ابتدایی در حوالی خونشون درس میداد. شهلا مهر ماه 34 وارد دبستان شد و توی همون دوره با پدیده اعجاب‌انگیز زمان خودش یعنی تلویزیون آشنا شد که اون موقع زیاد عمومیت پیدا نکرده بود. درگیری شهلای 8-9 ساله با تلویزیون اونو به مسیری هدایت کرد که به کلی زندگیشو عوض کرد. سالها بعد مرجان در مورد اون روزهایی که زندگیشو عوض کرد میگه خونه ما تنها خونه کوچه بود که تلویزیون داشت و آنتن روی پشت بوم خونمون بود. این موضوع برای من و خواهر کوچکم مایه فخر و غروری کودکانه نسبت به همسن و سالهامون توی محله شده بود. از این تلویزیون که لزوما باید بعد از ظهرها و بعد از انجام تکالیف مدرسه به تماشایش می‌نشستیم. برنامه‌ای برای بچه‌ها پخش می‌شد که مجریش دختر خانمی بود به اسم عباسه امیرعلایی. من به شوق دیدنش بخشی از تکالیف مدرسه را در همون زنگ‌های تفریح مدرسه انجام می‌دادم تا حتی 1 دقیقه از این برنامه را از دست ندم. یه سال گذشت این مجری محبوب من چون بزرگ شده بود و سنش بالاتر رفته بود ناچار به ترک برنامه شد. من به تشویق مادرم برای گویندگی توی این برنامه که از طریق تلویزیون آگهی می‌شد نام‌نویسی کردم و خوشبختانه بخت یارم بود و از جمع زیاد داوطلبای این جایگزینی من انتخاب شدم. تجربه شهلا به عنوان مجری کودک، نشون دادن توانایی و استعدادش راه را برای ورودش به مجله اطلاعات کودکان باز کرد و توی 13 سالگی خبرنگار افتخاری این مجله شد. شهلا دیگه به سن دبیرستان رسیده بود. برای اینکه بتونه به راحتی به دفتر مجله رفت و آمد کنه، از کلاس دهم به بعد به دبیرستان همایون نزدیک دانشگاه تهران رفت و همونجا دیپلم گرفت. بعد از گرفتن دیپلم به واسطه فعالیت‌هاش در تلویزیون و مطبوعات حسابی شناخته شده بود. همین شناخت راهش را توی مسیر سینما هموار کرد و سال 48 با موفقیت در آزمون بازیگری فیلم دنیای پرامید به کارگردانی احمد شیرازی رسما وارد سینما شد و اسم هنری مرجان را برای خودش انتخاب کرد. اولین تجربه بازیگری شهلا همزمان بود با دوره اوج شهلا ریاحی، بازیگر سینمای ایران و طبیعی بود که مردم دوتا اسم شهلا رو نمیخوان. واسه همین شهلا با اسم کاراکتری که نقشش رو بازی میکرد به سینمای ایران معرفی شد. برای تست فیلم پرامید از این قرار بود که میخواستن یک بازیگر زن تازه‌کار و جدید مقابل فردین قرار بگیره. در اون زمان بین بازیگرای نقش اصلی زن و مرد در سینما رقابت شدیدی وجود داشت که به طرف مقابل ثابت کنند
کی برای مردم جذابتره و فیلمش بیشتر فروش میره. مثلا فردین و فروزان که توی چند فیلم با هم همبازی بودند، وقتی فیلماشون فروش میشد هر دو طرف ادعا میکردند که فروش فیلم به خاطر حضور یکی از اوناست. مرجان توی همون سالهای اول بازیگریش متأهلم شد. در سن 21 سالگی با مهدی علی محمدی، گوینده و دوبلور رادیو ازدواج کرد. حاصل ازدواجش هم دختری به نام پوپک بود. اما همزمان با چهره شدن مرجان در سینما و محدودیت‌هایی که علی محمدی براش ایجاد می‌کرد، ازش جدا شد و با فریدون ژورک، کارگردان و تهیه کننده سینما ازدواج کرد. مرجان توی فیلم‌هایی مثل غلام ژاندارم، مردی در طوفان و مادر جونم عاشق شده به عنوان نقش اول بازی کرد. مرجان بعد از چند سال فعالیت در سینما به دلیل اینکه نتوانست سوپراستار شود، هرچند که یک ستاره بود و به جایگاهی که دلش می‌خواست نرسید، سینما را کنار گذاشت و رفت به دنبال موسیقی. دنیای موسیقی برای مرجان مثل سینما نبود. خیلی بیشتر با روحیش سازگار بود و به واسطه کار کردن با آهنگسازها و ترانه‌سراهای بزرگ، آثار موندگاری را در موسیقی دهه 50 خلق کرد. تو دوره اوج هنرمندای بیمانندی مثل هایده، گوگوش، داریوش و ابی تونست حرفی واسه گفتن داشته باشه. مرجان صدای مخملی و دلنشینی داشت که اولین بار فریدون ژوله به استعدادش پی برد و بهش پیشنهاد کرد خوانندگی رو شروع کنه. اما اونی که باعث شد مرجان به شکل جدی وارد خوانندگی بشه بابک بیات بود که به گفته مرجان صداش رو توی محفل خوانندگی میشنوه. سخت تشویقش میکنه که به صورت حرفه‌ای وارد دنیای خوانندگی بشه. مرجان توی مصاحبه‌ای که در مجله جوانان در سال 54 داشته، ماجرای خواننده شدنش رو اینجوری تعریف میکنه که بابک بیات و پرویز مقصدی و یکی دو تا موزیسین برجسته دیگه یک سالی بهش اصول اولیه خوانندگی رو آموزش دادن و همزمان به بهتر شدن صداش پرداختن تا مرجان رو به عنوان خواننده متفاوت به جامعه هنری و موسیقی معرفی کنند. اولین ترانه مرجان رو پرویز مقصدی ساخت به نام دردونه و بعد از آن مرجان با آهنگسازهای بزرگی مثل تورج شعبانخانی و منوچهر چشم‌آذر همکاری کرد تا ترانه‌های ماندگاری را خلق کرد و در ذهن علاقه‌مندان موسیقی پاپ دهه 50 خاطرانگیز بشه. اما چیزی که مرجان رو با اون میشناسن آلبوم کویر دل و گله. اون آلبوم هم همین ترک کویر دله. درسته که مرجان هیچ وقت نتونست خودش رو به عنوان خواننده محبوب و تراز اول به همه معرفی کنه. اما صدای شسته رفته و تربیت یافته‌ای داشت که آثارش رو شنیدنی میکرد و خبر از طلوع یک ستاره نوظهور در موسیقی پاپ ایران میداد. ستاره‌ای که با وقوع اتفاقات 57 خاموش شد. انقلاب 57 زمانی رخ داد که مرجان اول جاده شهرت و محبوبیت بود که اگر یک سال دیرتر انقلاب میشد، رنگ صدای مرجان آمیخته به سیاست و مبارزه نمیشد. حتما امروز کارهای موندگارتری از مرجان داشتیم. بعد از انقلاب مرجان هم مثل خیلی از هنرمندان آن زمان که در ایران بودند بازداشت و دادگاهی شد. اما به سرعت آزادش میکنن ولی جریان به همینجا ختم نمیشه و مرجان بار دیگر بازداشت و در نهایت راهی زندان اوین میشه. مرجان سال 59 ترانه‌ای میخونه به نام وطن با شعری از علیرضا میبودی و آهنگسازی عماد رام. مرجان به طور موقت آزاد میشه و به شدت زیر نظر بود. چیزی که مرجان رو در کانون توجه قرار میده فعالیت‌های شوهرش فریدون ژورک بوده که از حامیان فعالان مجاهدین بود. این در حالی بود که مرجان گرایش سیاسی خاصی نداشت و ناخواسته وارد این جریان شده بود. مرجان در سال 2014 توی گفتگوی تلویزیونی در سیمای آزادی یه جور این جریان ناخواسته رو تعریف میکنه. میگه قبل از واقعه 30 تیر ماه گرایش سیاسی نداشته و حتی فکر میکرده جلسه‌های فریدون در خونه‌شون بیشتر درباره فیلمنامه و آثار هنریه.
تا اینکه در روز 30 تیر شوهرش به چند تا جوون مجاهد فراری از اعتراضات خیابونی در منزل پدری مرجان پناه میده و این آغازی میشه برای اینکه بفهمه فریدون ژورک گرایش سیاسی جدی به سازمان مجاهدین خلق داره. بعد از این جریان، مرجان در تیر ماه 61 در خونه شخصیش به جرم هواداری از مجاهدین خلق دستگیر و به زندان میره. خونش ضبط میشه و خودش هم ممنوع‌الکار میشه. مرجان در بند زنان اوین با زندانی‌های سیاسی و مجاهد همبند میشه. شاهد شکنجه و اعدام خیلی از اونها بوده که به گفته خودش اعدام دخترهای کم سن و سال مجاهد تأثیر زیادی در روحیش گذاشته. بعد از گذروندن دوره محکومیتش در نیمه دوم دهه 60 از زندان آزاد میشه. اما هم ممنوع‌الکاره و هم ممنوع‌الخروج. تا اینکه سال 1385 نزدیک به 20 سال ممنوع‌الخروجیش برداشته میشه و مجوز سفر به خارج از کشور رو میگیره. مرجان و ژورک از این فرصت استفاده میکنند و از ایران مهاجرت میکنند و به صورت رسمی به مجاهدین میپیوندند. بعد از مرضیه میشه مرجان رو معروف‌ترین خواننده ایران به شمار آورد که گرایش سیاسیش به مجاهدین را آشکار کرد و حتی در قامت یک مهره سازمانی ظاهر شد. مرجان و شوهرش فیلمی را بر اساس اعدام‌های سال 67 ساختند. فریدون ژورک نام این فیلم را فریاد بی‌صدا معرفی کرد. مرجان 14 سال آخر عمرش را خیلی پرتلاطم و پرآشوب گذروند. یا در حال ساخت ترانه‌های اعتراضی با مجاهدین بود یا پای ثابت میتینگ‌ها و سخنرانی‌ها بود. و در آخر در 17 خرداد سال 1399 در سن 72 سالگی دیگه قلبش زیر فشارها و آشوب‌ها طاقت نیاورد و به علت ایست قلبی در غربت درگذشت. لطفاً یک جمله در وصف گرایش‌های سیاسی مرجان در کامنت‌ها به ما بگید.